شونشینی نقل شب رهنا چندی تی سرسختی دبوی رهنا تی مرد بوری زور زوری بوی رهنا گل عشق بری رهنا همش میاد من دری رهنا گل عشق بری رهنا همش میاد من دری رهنا. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در پنجشنبه بازار آستانه اشرفیه. امروز پنجشنبه 3 اسفند ماه و ساعت حدود 10:30 صبح. بازار هفتگی در آستانه اشرفیه در روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته در نزدیکی مرکز شهر برگزار میشه. این بازار یکی از بازارهای پر رونق و شلوغ استان محسوب میشه و محل فروش تمامی مایحتاج خانواده است. محصولات محلی، میوه و سبزیجات، ماهی و بسیاری از محصولات دیگر در این بازار وجود داره. بازار هفتگی آستانه اشرفیه از 2 بخش تشکیل شده. بخش اصلی که همین بازار هستش رو امروز ولاگش رو میبینیم و بخش دیگر بازار مرغ و جوجه و پرندگان و طیوره که در چند کیلومتری از این بازار برگزار میشه. قبلا ولاگ مربوط به بازار پرندگان آستانه اشرفیه رو در کانال قرار دادیم که لینک این بازار رو به همراه دوشنبه بازار آستانه اشرفیه رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. آستانه اشرفیه به دلیل وجود مقبره سید جلال الدین اشرف برادر امام رضا به این نام معروف شده. این شهر در 30 کیلومتری مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت و در همسایگی شهرهای لاهیجان یا شهر لولمان قرار دارد. همه آستانه رو با بادام و برنج محبوبش میشناسند. محصولات معروف دیگر آستانه فلفل سبز، ترب، مرکبات، انواع سیفیجات و سفال هستش. این رو هم اضافه کنیم که آستانه اشرفیه مذهبی ترین شهر استان گیلان هم محسوب میشه و بازارچه پشت حرم به دلیل نزدیکی به حرم و تعداد زیاد زائران در طول سال همیشه پر رونق و شلوغه و همه در اونجا با بادام داغ، واویشگاه، سفال، صنایع دستیش خاطره دارم. قبلا ولاگ‌های زیادی از جاهای دیدنی شهرستان آستانه اشرفیه و شهر کیاشر که جزئی از این شهرستان هست رو در کانال قرار دادیم که لینک پلیلیست مربوط به این 2 شهر رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدم. خواهشم با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنید. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. هفته پنج می بریده بودم و هفته پنج شون بری باره علی
شستم. هر کسی یک تقاله 4 کیلو اینا. 4 کیلو اینا 4 کیلو. آخه تو چطوری زیتونه چه بودی؟ تمامی بازارم نگرد، تمامی آستانی گیره رو بگرد. این زیتون از همه جا کیلو 20,000 تومان ارزان‌تره. بابا نه یا بابا. قیمت‌های دیگه زیتون باید شیرین و بیشیرین. زیتون باید چی نرمه و بیشی نرمه. تو 57 55 اینم ترسیکی من نیست که خدای خود من ندارم. غریبه از کجا خوش است؟ میشنم. अरे दोनों जाना एक किलो बावल है कबाबी कबाबी کبابی کبابی گوشت ماهی 280 آره کبابی منو مالی.
می با همه غم بره همه غمی بی همه خط تو داری پرتغالم ده پرتغالم ده پرتغالم ده ماجی جان یک دمی از باب رو سرخ کردنی مونده دارم اتواجه گنده دی آموی روزبار آزادی همه در سیریانه آفر بود آفر مشکل شد مشکل شد قابل این کنده این فوتوگراف کشیده مرة دوري بيجرام
من فکر شما ساعت 12 میاین. قبلا 12 می اومد. چی سوزه؟ آخه چی کنی؟ این چرا بوده؟ ما داریم موبایل باشیم خراب شده بود ماشین برام یعنی بابا خوب باشیم بود شارت کلیری من نامسه باب به مشتری بایدیده برای این نیستی بود نمبر
سلام خوب یاد کنو من کار خودم بکنم دیگه من کار ندارم میزدم یا اونم خوب یاد کنو سلامت جان گروه ندارید اینترنت کوره یوتیوب همه عکسم بلیمون دیواره دیواره باهی آدیراتی بده خدا بیا جلو خودتو نشون بده یک بار دیگه خدا کن بیا جلو آدیراتی بده بازار مایی بروشه خدا بده بیا جلو بازار مایی بروشه